دیدار تو رو نداشتم، اونم با این حال و روزی که دارم. دلم میخواست پیاده سمتت بیام، نمیتونم پامو زمین بذارم. دلم همون دل قدیم قرصه، نگاه نکن تیکه و پارستنم. گفته بودم همیشه پات وامیستم، بماند که با ویلچر آوردنم. دکترمون بی خودی دل واپسه، کنار تو درد چیه دوا چی؟ اونی که تو هواشو داشته باشی کپسول اکسیژن میخواد برا چی؟ قصه ترکش و نفس تنگی نیست، راستش آقا بریدم، کم آوردم. 70% مسیر رو رفتم، از رفیق شهیدم کم آوردم. دردم جای تیغ جراحی نیست، زخمی که من دارم روی دله، واسه یه خط چکن سخت گفتنش، حقیقتش جا موندن از قافله. جا موندن از قافله میدونی که سیلی و تازیانه خوردن داره. جامونده های کربلا میدونن اون که شهیدت نشه مردن داره. از روی عباس خجالت زدم، برم بهش بگم کیم چی شده. الگوی جانبازی ابوالفضله که آخر جانبازی شهید میشه. میگم عزیز دلم سید مهدی سید حسینی جگرم، واقعا قلبمه، واقعا قلبمه. از خودم میپرسم این همه ویلچر در عرشه کدام کشتی جا میشود؟ این ویلچرها قرار است کجا بروند که اینقدر بال درآورند؟ برای اولین بار خدا قسمت کرد داریم بریم کربلا با هم. قشنگیش اینه که کنارم همیشه. تمام وجود منه، تمام وجود منی، یعنی اگر تو نباشی من نباشم. بعضی از ما به نیت دیدار سجده بر مهر کوی او داریم. ویلچرهای کهنه‌ای هستیم که نجف گردی آرزو داریم. همه را از زیر قرآن یکی یکی رد کردند. یاد صف رزمنده ها افتادم. شب عملیات سید رسول، جعفر، علی اکبر. از آن صف فقط من جا ماندم. همه پریدند، من بال نداشتم. ویلچرها بال ندارند. بیا مادر بیا، از زیر قرآن رد شو مادر جان. غریبان را دعا کن کربلا رفتی برادر جان. نجف مقصدی که گویی پایان یک راه است، اما در حقیقت آغاز سفری تازه در دل و جان. برخی روی ویلچر، برخی با تکیه بر عصا، اما همه با دلی سرشار از ایمان، زمزمه های دعا، اشک های جاری
و یک حس مشترک آرامش. خب سلام عرض میکنم. ما تو فرودگاه مهرآبادیم. الان میام. ببین کیو پیدا کردم. بله ببین هر جورم میگیرم خوشگل‌تر میفته. به خدا من نمیدونم چیکار کنم. ایشون آقای پورتقی ان. آقای پورتقی چیکار میکنید اینجا؟ ما هیچ کارگری، خدمت، خدمات. این چندمین گروه هم دارن میرن ان شاء الله مشرف بشن عتبات؟ الحمدلله خدا رو شکر 11مین گروه هم. چی شد اصلا به این فکر افتادین؟ آقا یه گروهی میرن پیش آقای دهقان خب از انجمن جانبازان قطع نخایی کشور. همینجوری دیدار. میرن دیدار. خب اونجا با آقای دهقان میگن 600 تا جانباز هستن که به خاطر شرایطشون کربلا نرفتن. اصلا آقای دهقان میگه ما میبریم. شنیدم که خادم براشون گذاشتید. بله. از پرسنل خودتون؟ از پرسنل خودمون. خادمای ما داوطلب میشن. داوطلب میشن پول میدن. ما از میگه من پول میدم بیام خادم شم. هزینه سفرشو خودش میده. شما چند سال بود جبهه رفتی؟ دوم نظری بود. نه بابا چجوری بردن جبهه دوم نظری؟ بردن خودمون رفتیم اونجا. بود چجوری؟ وقتی تکلیف یاد دیگه لب آخه تکلیف برای بچه هم تکلیفه مگه؟ بله دیگه دفاع مقام بچه چه سالی تکلیف میشن؟ 15 سال. خب هم شد ما 15 گذشتیم که باز یه تکلیف دیگه داشتیم که ندا و لبه گفتن دیگه مگه فهمیدا یا با اینا در چی دست تکلیف نیست بابا دفاع هست. نه بابا یه چیز دیگه. آمدم با چشم هایی که ندارم تو را ببینم، با دستی که ندارم تو را لمس کنم، با پایی که ندارم به پای تو بیفتم. این ببین جسته فیکسه یک دوست وسط بجه نداره وسط تمام عالی دسته ثابته؟ آره همونجا بشین آجا همونجا خودم بشین کنار خوب شد؟ آره بیا یک دو بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه. نجف سرزمینی که در آن تاریخ اسلام جان میگیرد. امروز در کنار این دیار مقدس جانبازانی ایستاده اند که نه تنها در میدانهای نبرد بلکه در میدان زندگی نیز پیروز شدند. امروز در این مسیر زائرانی ویژه پا به نجف گذاشتند. مردانی که سالها پیش در میدانهای نبرد جانشان را کف دست گرفتند، اما حالا در کنار هر یک دستی مهربان همراه است. خادمانی که قدم به قدم شانه به شانه آنها را تا اینجا رساندند. حرم نزدیک است، جایی که برای همه زائران نقطه آرامش است. هر موقع میام حرم امیرالمومنین گم میشم اصلا. گل هلاکت دشمنی الهی عاشق قلبی. کاروان رو پیدا کردم، اونم که